ببینید در سال 2003 من خودم شنیدم از تعدادی از این نیروهایی که به عنوان اپوزیسیون در خارج از کشور بودن، همین شخص فرد جنایتکار نتانیاهو اعلام کرده بود که به تعدادی از این اپوزیسیون ها مطرح کرده بود که یه مجموعه اطلاعات اتمی ایران است، ببخشید، اینها رو افشا کنن. هیچ کس زیر بار نرفت تا اینکه یک ربات رسانه‌ای از این تشکیلات هست به نام علیرضا جعفرزاده و مسئول اون به اصطلاح شورای رهبری اون در آمریکا به نام سونای سمسامی، اینها در سال 2003 اسناد مدارک و عکس‌های ماهواره‌ای که اسرائیل در اختیارشون گذاشت تحت عنوان افشاگری بزرگ مقاومت از کشف 2 سایت نتنز و عراق، اینها رو اومدن اعلام کردن که خیلی از رسانه‌ها در همون دوران اعلام کردن که این به اصطلاح کار یه بلوف سیاسی بوده و اینها به عنوان پادوهای اسرائیل اومدن با استفاده از همون اطلاعات این کار انجام دادن و این کار اسرائیل به خاطر اینکه مطرح کنه که ببینید یک جریان اپوزیسیون این اومده به اصطلاح مطرح کرده و به این صورت این موضوع علنی شد. یا سایر موارد دیگه هم همینطور. لازم میدونم بگم به آخرین به اصطلاح جنایت و به اصطلاح بی‌شرافتی این وطن فروش ها 3 روز قبل از جنگ تحمیلی 12 روزه اینها اومدن در آمریکا به اصطلاح افشاگری تحت عنوان افشاء ساخت سلاح سری اتمی. این کارم دقیقاً بر اساس دستورات اسرائیل بود که به اصطلاح تکمیل کننده همون لاف و گزاف‌های نخست وزیر رژیم اسرائیل باشد که آره پس جریان اپوزیسیونی هم وجود داره، اونها هم تونستن این موضوع رو کشف کنن از طریق به اصطلاح پایگاهی که حالا به زعم اونها در داخل کشور دارن و اعلام کردن که چنین کاری، یعنی پس جمهوری اسلامی در آستانه ساخت سلاح هسته‌ای است. لوتوس، دادخواهی علیه دهشت.